که شیرینی از زندگیتان را هم با بیننده ها قصه بکنیم. لحظات شیرین زندگی ما وارد کابل شدیم و ما را باز مجاهدین در قرارگاهی که در کلوب عسکری است در لب حوض در اونجا روان کردن و در اونجا تا وقت تمام جنرالای رژیم سابق در حال جنگ بودن همراه حزب اسلامی و ما از طرف مجاهدین رفتم و در اونجا صرف قماندان گدا موجود بود و یک دو سه روز بعدش احمد شاه مسعود شهید وارد کابل شد و بسیار مشهور بود. خود این وقت نه مگر در وقت طفولیت، وقتی که بسیار مدالای زیاد هم گرفته بود، در جنگای زیاد اشتراک کرده بود. در وقت موضوع ازمی یک شورش در منطقه صافی بود و ضمن چند دفعه دوزا از پاکستان آمده بودن در تنگه ابریشمین، مدال استوری چیزا گرفته بود. بسیار مشهور بود به شجاعت. و این وقتی که من خرد بودم از پیش از این پرسان میکردم که تو چی کردی که قدر دلاور هستی؟ این همین مرچ تازه میخورد. گفت از خاطری که من مرچ تازه میخورم دیگه من در طفولیت مرچ میگرفتم از سر روی از چشمای من روان بود که تو باش من هم شیشا دلاور شد. باز تاثیر مرچ در دوران جهاد دیدیم که چقدر بود همون دلاوری تاثیر گذاشته بود یا نه؟ این از مجاهدین که پرسان کنید برتان میگه. از دید شما بزرگترین